خوش اومدین به اولین ولاگ پیج پت شاپ ما. راستش توی این 5 سال کاری من همیشه توی ذهنم بود که از کارهای پت شاپ براتون فیلم بگیرم و ولاگ درست بکنم، ولی تا به امروز به 1001 دلیل نشده بود. امروز قراره بسته های ارسالی مشتری‌ها رو با هم دیگه آماده کنیم و تا دفتر پستی همراهشون باشیم. قبل از شروع کارم من همیشه موهامو شونه میکنم، چون اگه شونه نکنم خیلی خیلی رو مخم. کله منم که همیشه باند فرود لیمو خانومه. کوفته چیه؟ پرو خانوم، تو بیا بشینی رو سریمو پیپیدا بکنی، کارادا بکنی، یا بوشنما نکنیمت ها؟ آخ وای خودو. بعد از صحبت‌های مهمی که با لیمو خانم کردم، یه قهوه فوری درست کردم و اومدم پایین محل کارم. محل کار من با خونمون توی یه ساختمانه، ولی کاملا از هم دیگه مجزاست. آماده کردن سفارشاتم به این صورته که توی مرحله اول اطلاعات گیرنده رو روی کارتونا می‌نویسیم همراه با اسم سفارشاتشون و بعداً طبق اسم سفارشاتی که نوشتیم محصولات رو داخل کارتونا میذاریم. و من عادت دارم که سفارش مشتریامو حتما توی استوری نشون بدم و از طرفی وقتی خودشون سفارشاتشون رو میبینن خیلی خیلی خوشحال میشن. درب سفارشا که بسته شد، نوبت چینش و شمارششون داخل سبد هاست. من همیشه سفارشا رو میشمارم و طبق لیستی که داخل دفترم نوشتم مقایسه میکنم که خدای نکرده کم و کسری پیش نیاد. و بعد از اون رفتم بالا لباسامو عوض کردم و سبدای پستی توی صندوق عقب ماشین گذاشتم. اینجا هم میبینید که یکم دارم انرژی زنانه به خرج میدم و در نهایت هم در ماشین بسته نمیشد که مجبور شدم یکی از سبدا رو بذارم صندلی جلو و در نهایت حرکت کنیم به سمت دفتر پستی. اینم دو تا از بچهای حیاتن که داشتن با هم دیگه لاف میترکونن و من متاسفانه مجبور بودم که از وسطشون رد بشم و مزاحمشون شدیم. ما بسته ها رو گذاشتیم داخل ماشین و الان داریم میریم به سمت پست. من همیشه بسته ها رو یعنی با یه دفتره که قرارداد داریم و اکثرا اونجا میبرن، ولی خب پنجشنبه ها به خاطر اینکه اونا تا ساعت 2 بیشتر نیستن دیگه مجبوریم مثلا دیرتر بشه ببریم پست مرکزی و الان هم داریم میریم پست نشاط که بسته ها رو تحویلشون بدیم و دیگه تموم. بسته ها رو تحویل دفتر پستی دادیم. مجبور شدم خودم بیستم تا همه بسته ها رو ثبت بزنه و حدوداً 45 دقیقه زمان بود و در نهایت هم که اومدم خونه و آخر هفته من تازه شروع شده. امیدوارم که از اولین ولاگ من لذت برده باشین. هر نظر پیشنهادی دارین حتما توی کامنت ها برام بنویسین و بگید بهم که دوست دارید بازم از این ولاگو بگیرم یا نه. ریشه کردی تو وجودم، تو یه بیماری خاصی، یادگاریم ندارم